به نام خدا. سلام دانش آموزان عزیزم، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. به امید خدا شروع می کنیم سومین فصل از شیمی هشتم رو، علوم هشتم رو و انشاءالله که مفید بوده باشه برای شما. اول از همه میخوایم در مورد توی این درس که در واقع در رابطه با ساختمان اتم ها هست و قسمت‌های مختلف اتم‌ها رو به شما آموزش میده. اول از همه میخوام در مورد تاریخچه اتم صحبت کنم. حدود 2500 سال پیش دموکریت که یک دانشمند و فیلسوف یونانی بود، برای اولین بار اصطلاح اتم رو به کار برد. ایشون اظهار کرد که کوچکترین ذرات سازنده مواد اتم نام دارند و اسم اتم رو انتخاب کرد به خاطر اینکه اتموس در زبان یونانی به معنای غیر قابل شکستن یا غیر قابل تجزیه هست، یعنی تجزیه ناپذیر هستند. و ایشون اعتقاد داشتند که دیگه از اتم کوچکتر نداریم و اتم ساختمان داخلی نداره. بعد که ازش میپرسیدن که خب پس علت تفاوت مواد چی هستش؟ چرا بعضی از مواد ترشن؟ چرا بعضی از مواد تلخن؟ چرا آب جاری میشه و غیره؟ توضیح داد که به علت تفاوت‌های اتم‌های سازنده اونها در شکل هست. یعنی اتم‌ها از نظر شکل با هم دیگه فرق دارن که باعث میشه مواد گوناگون ویژگی‌های گوناگون رو داشته باشن. بدین صورت که ایشون توضیح دادند که مثلا ماده‌ای مثل لیمو ترش که ترش مزه هست، اتم‌هاش لبه‌های تیز دارن و موادی مثل آب که میتونه راحت جاری بشه، اتم‌های گرد و کروی دارن که باعث این اتفاق میشه. خیلی سال گذشت و بعد از دموکریت یک شیمیدان انگلیسی به نام جان دالتون اطلاعاتی رو جمع‌آوری کرد و تحقیقات خیلی زیادی رو انجام داد و یک سری نظریات رو اعلام کرد. اول از همه اعلام کرد که خب ما اتم رو به عنوان کوچکترین ذره سازنده مواد در نظر میگیریم و اون رو میپذیریم و اینکه همه مواد از اتم ساخته شدند و اینکه ذراتی تجزیه ناپذیر هستند رو میپذیریم. ولی خب اومد از اون بر توضیح داد که اتم‌های یک عنصر کلاً شبیه همدیگه هستند، ولی اتم‌های عنصرهای دیگه با همدیگه تفاوت دارن. از چه نظر؟ این دفعه ایشون بیان کردند که تفاوت‌ها از نظر جرم و حجم و اینجور چیزهاست، وگرنه همه اتم‌ها کروی شکل هستند و گوی‌های توپر و ساچمه مانندی می باشند و ساختار درونی هم ندارند. یعنی همچنان دالتون معتقد بود که بله، همونطوری که دموکریت گفته اتم‌ها ساختمان درونی ندارند و گوی‌های در واقع توپ‌های توپر هستند. بعد از دالتون در سال 1897 دانشمند دیگه به نام جوزف تامسون با آزمایش‌های گوناگون یک نظریه جدید داد در رابطه با ساختار درونی اتم. تامسون بیان کرد که همه اتم‌ها دارای بارهای الکتریکی منفی هستند. داخل اتم‌ها بارهای الکتریکی منفی وجود داره و اسم اونها رو گذاشت الکترون. پس برای اولین بار این مسئله مطرح شد که نه، اینطور هم نیستش که اتم‌ها دارای ساختار درونی نباشند، بلکه اتم‌ها دارای ساختار درونی هستند و داخل خودشون دارای بارهای منفی هستند که ما این بارهای منفی رو الکترون می‌نامیم. و توضیح دیگه‌ای هم که داد این بود که خب حالا با توجه به اینکه اتم‌ها
در حالت عادی خنثی هستند، پس باید یه سری بارهای مثبت هم وجود داشته باشن و این بارهای مثبت و منفی به چه شکلی قرار گرفتن درون اتم؟ به شکل کیک کشمشی یا هندوانه. عکس کوچیکی که پایین سمت چپ صفحه میبینید در واقع نمونه ای از مدل تامسون هست که بهش میگیم کیک کشمشی تامسون. تامسون اعتقاد داشت که در واقع اون کشمش ها یا دانه های هندوانه بارهای منفی هستند و خمیری که اون کیک هست، خمیر کیک بار مثبت هستن یا خود هندوانه رو بار مثبت در نظر گرفت. و ضمناً تامسون معتقد بود که بارهای مثبت اتم جرم ندارن. بعد از تامسون دانشمند و فیزیکدان بعدی که نظریاتی رو در رابطه با ساختمان اتم و ذرات سازنده مواد ارائه داد، دانشمندی بود به نام ارنست رادرفورد. نظریه دیگه ای داد که در واقع نظریه بسیار بسیار تأثیرگذار و بسیار بسیار مهمی بود. ایشون آزمایش‌های خیلی فراوانی انجام داد که معروف‌ترینش آزمایش ورقه طلا هست و به این نتیجه رسید که اتم‌ها دارای هسته هستند، هسته دارند و این هسته بسیار بسیار کوچکه، ولی تقریباً بیشتر جرم اتم مربوط به همین هسته هست. هسته در مرکز اتم قرار داره و دارای بار الکتریکی مثبته و این ذرات بار الکتریکی مثبت رو پروتون نامید و الکترون ها در اطراف هسته قرار گرفتن، در جاهای مختلفی تو فضای خالی هسته پراکنده هستند. نظریش رو مدل ورزشگاه اعلام کرد. گفت فرض کنید که یک ورزشگاه فوتبال داریم و در وسط اون یه توپ فوتبال قرار دادیم. این توپ کوچک در وسط این ورزشگاه نماینده و نشون دهنده هسته هست و یه تعدادی هم تماشاگر اومدن و روی صندلی‌های مختلفی پراکنده نشستن و این تماشاگرها در واقع نشون دهنده و نماینده الکترون ها هستند. بعد از رادرفورد در سال 1932 جیمز چادویک با استفاده از محاسبات جرم متوجه شد که درسته که الکترون ها و پروتون ها وجود دارن، الکترون ها بار منفی دارن و پروتون ها بار مثبت دارن، ولی ذره دیگه‌ای هم در اتم وجود داره که از نظر بار الکتریکی خنثی هست ولی جرم خیلی زیادی داره. ایشون اون ذره رو نوترون نامید. پس جیمز چادویک دانشمندی بود که نوترون رو بیان کرد و توضیح داد در موردش. پس از این نظریات دانشمند دیگه‌ای به نام نیلز بور به این نتیجه رسید که مورد در واقع مدل رادرفورد دچار یه مشکلاتی هست. خب ما گفتیم که پروتون ها در هسته اتم قرار دارند و بعد از اون چادویک هم اومد ثابت کرد که نوترون ها هم به عنوان یک ذره خنثی در هسته اتم قرار دارند. بور اومد این مسئله رو بیان کرد که اگر الکترون ها در اطراف هسته همینطور بی هدف پراکنده باشند، خب بارهای مثبت که در هسته وجود داره و پروتون ها هستش، این بارهای منفی الکترون ها رو جذب خودشون میکنن و در واقع الکترون ها بر روی هسته سقوط میکنند و این سقوط کردن الکترون ها بر روی هسته باعث نابودی هسته میشه و این مشکلاتی رو ایجاد میکنه. پس این مدل رادرفورد دچار مشکل هستش. بور اومد چکار کرد؟ اومد یک نظریه جدیدی رو اعلام کرد.
نظریه جدیدی رو اعلام کرد. نظریه جدیدی رو که اعلام کرد، مدلی رو که ارائه داد، مدل منظومه شمسی بود. در مدل منظومه شمسی، خورشید در مرکز قرار گرفته و سیارات بر روی مدارهای خاصی با فاصله مشخص دور خورشید در حال گردشند. بور توضیح داد که خورشید که در مرکز نماینده هسته اتم هست و الکترون ها بر روی مدارها بر روی در واقع مسیرهای مشخص در اطراف هسته در حال گردشند و این نیرویی که در اثر این گردش ایجاد میشه میتونه مانع از سقوط یعنی به روی هسته بشه در الکترون ها. یعنی نیروی گریز از مرکزی که ایجاد میشه میتونه مانع از سقوط الکترون ها بر روی هسته بشه. میتونیم بگیم که مدل اتمی منظومه شمسی که توسط بور ارائه داده شد، مدل بسیار کامل و نسبتاً جامعی هستش. البته امروزه دانشمندان مدل لایه‌ای یا ابر الکترونی یا اوربیتالی رو ارائه نمودند که بسیار کاملتر و جامعتره. در این مدل خب اون مسئله وجود هسته و تمرکز جرم هسته در اتم خیلی مورد توجه قرار گرفته و قابل قبوله، ولی توضیح داده که الکترون ها بر روی فضایی در اطراف هسته در گردش هستند که اون فضای ابر مانند رو اوربیتال مینامه و با سرعت زیادی هم در حال گردش هستند که این مدلی هستش که به نام شرودینگر ثبت شده و مدل کوانتومی نام گرفته. از توجهتون متشکرم. امیدوارم که توضیحات تاریخچه اتم برای شما مفید بوده باشه. انشالله در جلسه آینده ادامه مطالب این فصل رو بررسی میکنیم. متشکر. خدا نگهدار.